نزدیکان غفار میرزویف گنرال سابق و سابق رئیس گارد پرزیدنت از حکومت تاجیکستان درخواست دارند که حقوق انسانی او در زندان رعایت شود. ماهی انور ریاست زندانهای تاجیکستان با تکیه به قانونگذاری کشور که داشتن وکیل دفاع خارجی را بجز از پرونده‌های اقتصادی منع می‌کند، به یک وکیل دفاع خارجی اجازه نداد که از حقوق‌های غفار میرزویف حمایت کند. عبدالسلام میرزویف 31 ساله پسر غفار میرزویف که حالا ساکن دبی است میگوید پدرش در زندان در شرایط سخت معیشی به سر میبرد، کار نمی کند و از حقوق معاشرت با خانواده‌اش محروم است. تنها در یک سال 2 مرتبه خواهر غفار میرزویف حق دیدار با او را دارد. عبدالسلام میرزویف میگوید بار آخر عائله و فرزندان با پدر تلفنی سال 2006 2 سال بعد بازداشت و حبسش گپ زده بودند. میرزویف حق صحبت تلفنی و یا مکاتبه با نزدیکانش را ندارد. پسر کلانی غفار میرزویف گفت که وکیل دفاع کرا کرده آنها به تاجیکستان رفت تا با غفار میرزویف دیدار بینی کرده برای بهتر کردن شرایط نگهداریش تلاش کند. او گفت با اینکه پدرش از زندان اجازه داد که وکیل از حقوق او حمایت کند، سردار ریاست زندانها با تکیه به قانون گفت ادوکات خارجی نمیتواند از حقوق او نمایندگی کند. با همین منوال وکیل دفاع تاجیکستان را ترک کرد. سال 2006 من 19 ساله بودم وقتی که آخرین دفعه با پدرم با تلفنی گپ زدم. اون زمان وای 2 سال بود که در زندان بود. پس از آن دیگه نه با تلفن نه خط میتوانیم نوشته. غفار میرزویف 64 ساله سال 2004 بازداشت و بعد 2 سال با جرم‌های سنگین از جمله کوشش تبادلات دولتی، غیر قانونی نگاه داشتن سلاح و جرم‌های دیگر به حبس ابد محکوم شد.